دقیقاً پشت سر شما چوک محیب یا چهارراه عجایب یا چوک شاروالی مزار شریف می‌بینید. جایش جنت باشه. خودتان است. با شما مادر جان چه کار میکنین؟ من داشتم در خانه کار میکنم. از تمام اعضای فامیلشان که در ماه مبارک رمضان در کنار هموطنان عزیزتان قرار میگیره. این که در امروز بارانی ما با کی سر میخوریم دیگه شما تا آخر برنامه با ما باشید. و نرخان برای معلوم است هیچ پرسان نکنید. حساب نرخ یا چیزا دادن جام. سلامت. مواد و نرخ چیزا. خانه آباد. شما خیلی بیجکتون بگیرین. بیننده عزیز در منطقه مزار شریف واقعا مواد خوراکی نسبت به دیگه جای ارزان است. از این خاطر دیگه ما تقریبا 20 روز رمضان مثل دکاندارای منطقه مزار شریف در منطقه گذشت شدیم. همیشه همینجا هر روز میم سر میزنیم. مادر جان این ما از برادر ما به مبلغ 3440 افغانی مواد خوراکی همراه کچالو و پیاز. طرف دشت شادیان چکر بزنید در روزای عید والا خوب کیف میکنید. نه تنها دشت شادیان هر قسمت افغانستان که بروید خوب سرسبز میشه واقعا. کدام مشکل خود نداره که با سبا دیگه سبا دلیس بگیرم بخیر باز. مشکل چه مشکل دارم؟ غریب هستم دیگه، نه فقیر هستم، مشکل هستم. مستحق هستی که سبا دیگه سبا دلیس بگیرم؟ پولشان هنوزم پیش ما ماندن. از پول باقیمانده شما بخیر فردا هم برنامه میگیریم، پس فردا هم چون بعد از ادامه دادن نمیتونیم باران شدت زیاد میشه و 70% میرسه. 3320 افغانی ما برای شما مواد خوراکی گرفتیم. 3000 از دکاندار گرفتیم، 320 افغانی یک سیر کچالو و یک سیر پیاز براتون گرفتم. دیگه برای حساب صفحه در روش قرار ببرین امروز اشتکایتان نوش جان بکنید. خداوند چراغ بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 4 حمل 1404 24مین روز ماه مبارک رمضان و 24 مارچ است که در خدمت شما هستیم. دقیقاً پشت سر شما چوک محیب یا چهارراه عجایب یا چوک شاروالی مزار شریف میبینید. از مسئولشان تشکر میکنیم که برای ما اجازه دادن اینجا بالا آمدیم. روز جمعه رفته بودیم طرف دشت شادیان و پسته مزار دیدیم خب علفا ثبت شده بود، یک کم زرد شده بود. همینجا با درگاه خداوند دست بالا کردیم که خدای از رحمتت را ببار. دیگه امروز خوشبختانه بارید، شاید دعای ما قبول شده باشه، شاید هم نشده باشه، الله میفهمه، اما ما از صدق دل دعا کردیم به خاطر ما علفا. سه بچه شاید 70% احتمال باران هم است. یعنی در برنامه امروز ما کاملا باران هم با خود داریم. از همه تان تشکری ویژه میکنم، خصوصا از مصطفی جان شاکری در این شبای قدر از درگاه خداوند برشان شفای عاجل میخوایم. تشکری میکنم از فامیل محترمشان، از تمام اعضای فامیلشان که در ماه مبارک رمضان در کنار هموطنان عزیزتان قرار میگیره. این که در امروز بارانی ما با کی سر میخوریم دیگه شما تا آخر برنامه با ما باشید. یک نفر چون بعضی دوستا واقعا نفرای مستحق برای ما معرفی میکنند، ما تحقیق میکنیم. یک مادر است از کارته نوبهار است، زنگ زدیم خواستیم به منطقه مزار شریف شاید یک دقیقه بعد برسه اول برای مواد خوراکی میگیریم. اگر باران بود نبود ما آمادگی خدا برشان گرفت، یعنی جمپر پوشیدیم. اگر ندید روز یک رقم گرمی بود که هیچ پرسان نکنین. خب با ما باشید، قصه خیلی زیاد است. بیننده عزیز، ما پیش یکی از مادرای عزیز ما هستیم که برای ما زنگ زده بودن. البته بعضی دوستا آدرس ما را داده بودن. دیگه ما یک چند سوال میکنیم. امانت شما را، خصوصا امانت مصطفی جان، باز یک ذره مواد خوراکی میگیریم برشان تسلیم میکنیم. مادر جان سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر زنده باشید. چطور هستین امروز ماه مبارک رمضان؟ زنده باشی هستیم. میگذره؟ خدا جان جوری بده. آمین آمین. خانواده چند نفر نانخور دارین مادر جان؟ بچه‌م 7 اولاد دارم. 7 اولاد؟ بله. بچه کلانتان چند سال است؟ بچه کلان من
هفتست نه هفتش نه چی کار میکنه؟ بچه مکتب میره بچه کلاس مکتب میره؟ بله شما با سرپرست شما هستین یا شوهرتان؟ شوهرم چه بچه؟ جایش جنت باشه. سرپرستش خودم هستم خودتان است. باش ما مادر جان چی کار میکنین؟ ما بچه در خانه کار میکنم در خانه مردم کار خانه میکنین؟ مردم کار میکنم خرج خانه را شما میکشین؟ خرج خانه پسر خودم است بچه میگه حکومت میکنه بچه یا خودم کار میکنم بچه زندگی پیش میره خب درست مادر جان. ما یک هموطن است به نام مصطفی جان شاکری یک ذره مقدار پول بر ما روان کرده بود. گفتن کسایی که نیازمند است واقعا مستحق است گفت از این پول برشان مواد خوراکی بگیرید. این پول از ما نیست، ما فقط پول ارتباط بین کسایی که واقعا مستحق است و بین هموطنان است ما که پول روان میکنه. دیگه ما از این پول مصطفی جان چون مریض است برشان شفای عاجل میخوایم از این پول مصطفی جان بر شما یک ذره مواد خوراکی میگیرم باز شما ببرین خانه نوشتان بکنید. خیلی بچه خدا مصطفی جانم شفا بده. آمین. خبت جمع کنه نکنه بچه. آمین. دعای ما در پشت سرش باشه بچه. آمین آمین. سلامت. در این روزگی و قریب است یک ساعت بعد خوب باران هم زیاد شد شما رو سرگردان ساختیم. معذرت میخوایم مادر جان. بچه نه بچه ما خوش هستیم اما که یک شب اولاد ما آرام است خود ما آرام است ما برای معلوم چیز است بچه. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. ما اونجا براتون سودا میخریم با شما اونجا چوکی است قرار اونجا بشینیم مادر جان. درست است؟ تشکر. سلامت باشین. بخیر. بینیدای عزیز ما در مدعی مزار شریف تلاش میکنیم که از هر دکاندار متفاوت برنامه بگیره. نشه خدا نخواسته در دل شما بگرده که والا اینا قد کدام دکاندار قرارداد داره چه بالا که هر روز از همون میگیره. پیش یک از هموطنان عزیز ما هستیم که نام در مدعی مزار شریف دکان دارن. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلامت. خانه آباد. سلام خاص برای بیننده‌های عزیز. خدا کنه که جور و صحتمند باشه. خانه آباد. نامتان؟ راز محمد. راز محمد چه وقت میشه در مدعی دکان داریم؟ ما در حدود 15 سال است که 16 سال است در مدعی دکان. ماشاءالله. سابق بود باباجی ما بود و 4-5 سال از خودی مسئول. مسئولیت شما گرفتین؟ بله. ماشاءالله. سبحان الله. ما برای این مادر عزیز ما یک ذره مواد خوراکی میگیریم. مطمئن هستم که شما دارین. و ما 20 روز رمضان 23 روز رمضان کاملا نمی کار کردیم و ما نرخان برای معلوم است هیچ پرسان نکنید. حساب نرخ یا چیزا دلتان جمع. سلامت. مواد و نرخ چیزا. خانه آباد. شما خیلی بیجکتون بگیرین. ما براتون میگم شما نوشته کنید. درست است. بیجکتون امی است. امی بیجک برای شما بتن. دیروز رفتیم برای یک هموطن عزیز ما کمک میکردیم طرف چوک سمیم سنچارکی دیگه در سوپرمارکت رفتیم 100 افغانی 80 افغانی قیمتا تفاوت میکنه. منده ان شاء الله نرخ. از اونجا پس آمدیم منده از اونجا براشون خریدیم. آرد چند است راز محمد جان؟ آرد برای فهم که آرد که مثلا برای نان و آشک و گلای چیزا 1200 روپیه. 1200 بله. یک بوجی نوشته کنید. اینجا کیلو است. بله. روغن 5 لیتر چند است؟ روغن 5 لیتر 500 روپیه و 460. البته پنبه‌دانش 460 روپیه، هفتاد پرست کس و 500. هفتاد پرست دیروز ما 490 خریدیم. بازی چند رقم است، یک قسم دینا است. از این یک هفتاد پرست چند رقم است. یک وقت شما میتید چیز خوبیش است. خب نوشته کنم. برنج وطنی که هم در شوله شو گفتی مردم هم از او پلو شو چیزش شولگی علایده است و پلوی علایده است. کم شوله و پلو شو ایتو نه ایتو هم است با تو 350 روپیه. خیر است یک سیر نوشته کنم. لوبیا چند است؟ لوبیا 110 روپیه کیلوش. 2 کیلو نوشته کنم. لوبیا سرخ البته خوبیش. بله. ماشم 90. جان ماش 2 کیلو ماشم نوشته کنم. ماش آباد دیگه باشه.
چای که 250 است، نیم کیلوش 120 نوشته میتونه، 25 نوشته میتونه. 120 رو بگیرید. سلامت. خب مایه زربشوی ریکا صدر پا؟ دارم، صدر پا استاد. بله، نوشته کنید. و آش چی؟ آشای آزه 25 رو بگیرید. 5 دانه از بگیرید؟ 4 دانه. 4 دانه صدر پا میشه؟ بله. 4 دانه بگیرید. دیگه؟ آب شکر؟ شکر کیلوش هست. 2 کیلو شکر بگیرید. نمک؟ نمک دانه 40. خب دیگه چی مونده نکن؟ صابون چند؟ صابون 23 رو 23 روپا؟ بله. خب 4 دانه صابون هم بدیم. 1-2 قلم از کچالو و پیاز است، ما از بیرون میارم. شما میره جمع کنیم چند میشه؟ 3 روبا بگیریم. 1 دانه روپا بگیر. روب نوراس بگیریم 3 نوراس. نوراس صدر. چند 1 دانه؟ 1 دانه. اینا رو سر جمع کنیم. یک کچالو پیاز نوشته کنیم. کچالو و پیاز، کچالو را قیمتاش هر روز فرق میکنه. یک روز 180 است. دیروز پیاز 140 بگیریم، کچالو 180. ما هم نمی بگیریم. امروز میگم یک دم بالا نرفته باشه. خب عجیب تو. خاصش نوشته کنیم. نوشته کنیم؟ نوشته کنیم. بیا همین چی هست دیگه؟ نه. در پا 140 نوشته کنیم. پیاز ما دیروز هم چیز. کچالو را 180 نوشته کنیم. جمع کنیم دیگه. اول حساب خود جمع بکنیم. باز پیاز کچالو را لایده جمع کنیم. $300 $500 $350 رو برید تا شد 220 روپیه لوبیا تا شد 180 روپیه ماش تا شد 120 روپیه چای سبز تا شد 100 روپیه مایه ریکا شد دیگه 100 روپیه ماش تا شد 120 روپیه شکر شد 40 روپیه نمک شد 92 روپیه آش شد و دیگه روپیه نوراس 100 روپیه جمله 3122 روپیه نشد دوش هم جمع کنیم. از شما چند شد؟ 3122. 3122. اونم جمع که بازم اونجا نوشته کنیم. 3140 اول دخل سر. اونم 180. 3442 روپیه میذاریم بیل نوشته کنیم. اول از خود یک سرجم نوشته کنین، بازو رو سرجم نوشته کنین. کلش یک نوشته با من خودم منشور میکنه باز خود با بیل دو چیز میشه نه؟ صحیح. 3442 روپیه. این اول ما با شما چند گفتم؟ الان تو شما منفی 140 روپیه که 180 روپیه. 3122 به 3120 روپیه. 3120 درست. تاریخ امروز چند است باشه؟ امروز 4 عمل است. به نام کی بگیریم؟ حیات الله. 3000 چند گفتیم؟ 3120. این کل باقیمانده ما را بتونیم شما ناصر جان رو ما میرم خیلی کچالو و پیاز میرم شما مطابق نمیشه حساب کلش رو میشه تیار کرده باید درست است؟ سلامت بسیار زیاد تشکر از محمد جان بخیر بشه بیادم خانه آباد مادر جان این ما اسی برادر ما به مبلغ 3440 افغانی مواد خوراکی همراه کچالو و پیاز براتون خریدیم از پول مصطفی جان. یک 100 افغانی براتون کرایه میتونم فقط برگ سبز صوفه درویش قبول بکنیم خانه ببریم. خیر قبول دارم. سلامت باشید مادر جان. خدا شفایشان بده. آمین. به خاطر عموم میگه که بچی مریض است میگه
فقط از هموطنان از ما یک دعا میکنیم که بخیر شفا ما و همه کس دعا میکنم خداوند این شفای قدر برشان شفای عاجل نصیب بکنن. این کرایه ریکشایتان است مادر جان، ریکشا را بگیرین بار بکنین دیگه بر شما اجازه است مادر جان. ببخشید دیگه شما را امروز سرگردان ساختیم. سلامت بخیر باشید. بیننده عزیز در منطقه مزار شریف واقعا مواد خوراکی نسبت به دیگه جای ارزان است. از این خاطر دیگه ما تقریبا 20 روز رمضان مثل دکاندارای منطقه مزار شریف در منطقه گذشت شدیم. همیشه همینجا هر روز میایم سر میزنیم پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم که از اونها اکثرا مواد خوراکی میگیریم. دیگه شام ما ختم داریم دیگه. شما اگر دوست و رفیق در مزار شریف دارین دعوت بکنین باز ما آدرس چه ان شاء الله براتون میگم. لالا جان سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ خیرتی آرام صحت بخیر هستین؟ شب روز بخیر میگذره؟ سلامت باشین. چطور شنبه رمضان؟ خوب است شکر. بخیر میگذره. امروز هوا بخیر است. نام خدا هوا همیشه خوب است. هوا گرم است. نامتان؟ اسم نصر الله. یک تن از دکانداران شهر مزار شریف منده برنج فروشی. چه خواهد میشه دکان داره؟ تقریبا 7 سال میشه. 7 سال. بله. ما یک ذره مواد خوراکی کار داریم. مشکل نداره ما بدیده. چی خدا رن دیگه؟ بیجا که چیزا خدا. بیجا کم داریم، بیل هم داریم. کلش رو بکشین خیر. ما از خود بیجا که بیل داریم مقصد. مقصد اگر قیمت فروختی این کل هموطنان از ما شاهد است. میفهمی از کجا شاهد است؟ از آمریکا، از جرمنی، از کانادا، از ترکیه، از یوکی، پولند، اتریش، روسیه. اونجا یک امان دیگه معذرت میخوایم. خب اجازه است اینجا بشین؟ مهربانی. درست. آرد چند است؟ آرد اول قالنچاب یا آردای مروجه تن؟ نه چی بچه چاپ. بچه چاپ در شما 12 سال. بگیریم کنم. آرد قزاقی اول یک بوجی؟ جان. یک بوجی. 12 سال. روغن چند لیتره؟ 5 لیتره. روغن 5 لیتره داشت مردم خب 500 است، در شما 480 روپیه به خاطر که کمک به نیازمنده است. سلامت. لامدان نمیشه با بچه نشنوه خبر نداره. نه باید بشنوه. نه باز برو ما جای دیگه باشیم. روغن 5 لیتره. خب برنج وطنی چند است؟ یک قطعی پلوی شوله‌ای. هر دوی شب هم پلاو هم شوله. هم پلاو هم شوله 400 میم خود شما 3.5 ما 100 برنج وطنی اول. بله. یک سیر. یک سیر. خب لوبیا چند است؟ لوبیا سیرش هم سیرش 7 کیلوش بر شما 100 روپیه. 2 کیلو نوشته. لوبیای سرخ درجه اول 2 کیلو. 2 کیلو. ماش 90 است آباد؟ بله. 2 کیلو نوشته. ماش تاشکندی 2 کیلو. جانم. و چای که 250 است از اون نیم کیلو نوشته. خوش. چای سبز اول نیم کیلو. آش خوب 25 است؟ بله آش بریده. نه اول شیرانیش 25 است، بود وطنیاش 20 روپیه است پخت نمیده. خب 4 دانه آش نوشته. آش بریده 4 پاکت. شکر هم چند است؟ شکر 60 روپیه. 2 کیلو نوشته. شکر میده دانه. خب 2 کیلو؟ 2 کیلو. خب نمک هم 40 است نه؟ بله. نمک 1 پاکت. و ظرفشویی مایع ظرفشویی ریکا 100 روپیه است نه؟ بله مایع ظرفشویی ریکا خب ما نداریم، طلوع داریم خوبیش است. 150 و 40 میم خو 120 است. باز یک رقم دیگه که به نام گنج داریم 80 روپیه است. کدام شما؟ نیم 120 نوشته. 120. یک دانه 120. خب 40. روبم 100 روپیه است نه؟ روب نوره هستم خوبیش 60 روپیه. 100 روپیه. 100 روپیه. بله 100 روپیه. روب ناشتا کنم؟ ناشتا.
مرغ نورس بله. یک دانه 100 روپیه. این حالی چند کن؟ خب روغن 5 لیتره 480. بله. برنج وطنی 350. لوبیای سرخ 100. ماش تاشکندی 90. چای سبز 120. 120. آش بریدم 100. 100. 1200 آرد 480 روغن. خب 350 برنج 202 کیلو لوبیا 180 روپیه ماش 120 چای خب 100 روپیه آش 120 روپیه 2 کیلو شکر 40 روپیه نمک 120 ماه ظرفی 100 روپیه رب جمع کردیم؟ نه من شما رو جمع نکنم من خود جمع کردم. خب بگین حال شما از خودم این جبان 1200 یک آرد 1200 جمع 480 480 350 350 200 200 180 جمع 180 120 120 100 100 120 120 40 40 120 120 100 100 3010 خواده 3000 صحیح است؟ 3000 شکر داره پول ما شما را مازار بده صحیح 3000 خواده برنامه کی بگیره؟ حیات الله کتا کچالو پیاز است برو باز بیرون میاد حیات الله 1404 یکی 4 است؟ نه امروز 3 است؟ 4 چند است امروز تاریخ؟ 4 نظر ما خود 4 است 4 4 4 خب یار طول کنم ما میرم پشت کچالو پیاز شما جور کده بانم این 3000 افغانی است درست؟ تشکر سلامت باشید بابا چطور هستی؟ خوب هستی؟ کدام مشکل خود نداره که با سبا دیگه سبا دلیست بگیرم بخیر باز مشکل چه مشکل دارم؟ غریب هستم دیگه، نه فقیر هستم، مشکل هستم. مستحق هستی که سبا دیگه سبا دلیست بگیرم؟ ها دلیست بگیر اختیار دارم خود کنم. ها؟ یک دقیقه قریب ما را زده بود موتر زده بود شما را خیلی ما دلیست میگیریم؟ بگیریم امروز ما خیرات داریم دیگه روز بازاتان بخیر برتان کمک میکنیم. چند نفر خانه نان خور داری؟ 10 نفر هستیم. 10 نفر؟ 10 نفر. یک دقیقه. کی کار میکنه؟ کار کردگی یک ماسم یک بچه دیگه مثلا مرد کار میکنه دیگه. او بچه تان در کجا کار میکنه؟ در چی؟ نساجی کار میکنه. نساجی کار میکنه. خب مرد کار است دیگه هر جایی میره کار میکنه هر جایی میره. دین روز چند کار کرده بودی؟ دین روز ما 150 روپیه. 150 افغانی کار کرده بودی؟ امروز چند کار کردی؟ امروز 80 روپیه کار کردم. 80 افغانی کار کردیم. خانه کجاست؟ خانه نساجی است. نساجی؟ هم جای کرایه است. کرایه میشینی؟ ها کرایه است. خب صحیح. باران نمیشد خیلی ما شما ایرانی بریم اونجا تسلیم میکنیم. باز این دلیست نام تا نگیرسون بخیر. باز ان شاء الله براتون کمک میکنم. صحیح. چند نفر گفتین نان خور هستین؟ 10 نفر هستیم. 10 نفر. 10 نفر نان خور داریم غلطه قطعی میکنیم. یک بچه پورتر است در مدرسه میخوانه. بس مدرسه میخوانه. مدرسه میخوانه. سبحان الله. این میره به می 10 نفر خانه ببره میره. امی کمک. خب. این کمک خانه ببر. خوش. ایره یک هموطن ماست به نام مصطفی جان است مریض است فقط برش دعا میکنم که خدا شفای عاجل برشان نصیب بکنه او برای ما پول ارسال کرده بود ما دیگه نه با مبلغ معامله چیرم برات بخونم یعنی
این سعی کنین خداوند رو شفای عاجل بده شما. 3320 افغانی ما برای شما مواد خوراکی گرفتیم. 3000 از دکاندار گرفتیم، 320 افغانی یک سیر کچالو و یک سیر پیاز برسان گرفتیم. دیگه برای حساب صفحه در روش قرار ببرن امروز اشتکایتان نوش جان بکنید. خداوند چراغ چیه؟ خداوند برکت بده اونا. خداوند شفا بده، جوای کامل بده. آمین. آمین. باران هم زیاد شد، خیمه شما را با واجه رخصت میکنه. بخیر برید. یک آغوش ما بدید فقط برید. برید. خداحافظ. بخیر باشین. بینندگان عزیز، قسمی که پیش بینی کرده بودیم 3 بجه شد دیگه، باران رحمت الهی شروع شد دیگه. میلا زینه دیده رایشیم که بان که بباره بخیر که می چمنا دیگه ثبت شو علفا برای دیگه باز طرف دشت شادیان چکر بزنید در روزای عید والا خوب کیف میکنید. نه تنها دشت شادیان، هر قسمت افغانستان که بروید خوب سرسبز میشه. واقعا از مصطفی جان شاکری تشکری میکنیم. خداوند برشان شفای عاجل نصیب بکند. پولشان هنوز هم پیش ما ماندن. از پول باقی مانده شما بخیر فردا هم برنامه میگیریم، پس فردا هم، چون بعد از این ادامه دادن نمیتونیم، باران شدتش زیاد میشه و 70% میرسه. تا برنامه فردا که ما حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.